از دو چیز میترسیدم. دوست نداشتم تو تنهایی بمیرم. دوست نداشتم از بوی بد جنازه‌ام بفهمم که من مردم. دوست نداشتم بگم بابات مرد 1200 تومن تو جیبت بود. الانم این همه سال گذشته و این همه بدبختی کشیدی، آخرشم 1200 تومن تو. تمام این اتفاقایی که برام افتاده احساس میکنم ظاهرم و خشن کرده. احساس میکنم زبرم کرده. احساس میکنم تیغ تیغیم. احساس میکنم هر کی دستشون برداره خط برمیداره. اما درونم هنوز همون بچه کوچولوی شهرستانیه که به عشق کارتون فوتبالیستا و میتی کمان میشه اسپای تلویزیون. درونم هنوز همون بچه کوچولوی شهرستانیه که غذای خانگی دوست داره. نمیتونم بگم خوشحالم، نمیتونم بگم ناراحتم، فقط میتونم بگم که من راضیم، چون مجبورم راضی باشم.